سلام سلام بیپ بچه ها داریم میریم توی دل بیپ. آره توی ویدیو یوتیوب این حرفا نزنیم بچه ها، سانسور میشین. نه اصلا هم سانسور نمیشه. آره کار مستم خودم درستش میکنم. آره بچه ها داریم یا علی یا علی بچه ها وایسیم، فقط وایسا آقا. اینجا رو نگاه کنید، ویو ممتاز اومده بگیر آقا. ویو چیزی نیست باشه اینجا واقعا میگم کلا یا اول فصل آقا داریم این برو بگیر. بچه ها رو از این بالا الان جن از این بالای درخت میاد. یا اول بی 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 بچه ها اینجا همه سکون میشه. یا اول بچه ها رودخونه اینجا. آقا اینجا بگو لوکیشن کجاست؟ اینجا الان قبرستون روستای جیلیجند، اونجایی هم که الان من اونجا بچه ها اینجا اونجایی که من دارم نشون ساکت باش. بچه ها اول ویدیو یکم آرامش داشته باشن. داش اونجا قصار خونه هست چه آرامش داشته باشن. آقا بیا داش الان نریم به نظرم. بیا یکم میگه اونجا سلیمانشه. یا داداش من چشم میبینم. آقا خدایی نمیتونستیم نزدیک بشیم مثلا. در حال وحشتیم ما. واسه من این رو ببین آقا. چه روشنایی سگی ما داریم آقا. ما نمیتونستیم مثلا اونور بریم. ما داریم ولی خدایی نگاه کنیم برو اینور با سمت قبرستونه. اونجا قبرستون الان من قصد خون ما اومدیم پشت قبرستون. نه جلوی قبرستون. جلوی قبرستونی اونا. آره میتونین قشنگ بیان اینجا بازی کنین شما. میتونین اصلا فکر کنم مرده ها الان زنده اینجا هم هستن. نه اینجا داشتین نمیدونم مردم خاطر داخل پارک چی بازی کنه پسخولی. بله جایی که ما اوه خانه متروکه. بچه ها اینجا حق جنه کلن، اصلا خود جن اینجا زندگی میکنه. آره دیگه ناکن بگی قشنگ این وطن. اینجا گنجم پیدا کردم. آره 100 در اینا اینجا بابای من تعریف کرده. اونجا رو که میبینی اونجا خانه متروکه. آقا سوی بشید بستونه به نظرم. آره ازار رو بخوانده یا ویدیو جداگونه شاید بگیریم یا اصلا کلا نترسیم. ریلکس کنه داشت. ما تا الان امیر بیگمن از شدت ترس داره میرینه به خودش. نه شوخی هم بیاوریم از این شوخی نکنیم. اصلا اون میگه امیر بیگمن با توضیحاتی که داره میده به ما، میگه ما اینجا جن دیدم. بگی اون بر اونو داشتیم پنجره رو بگیر. اون پنجره اونجا جن شاید رد بشه. کلا اون متروکه دیگه خدایی. کلا گلزگم متروک است. اون رو بگیر. امیر بیگمن که اینجوری که تعریف میکنه. آقا توی این ویدیو هر چیز ضبط شد شما هم بگید نظراتتون میگیم. آقا میخوام تو کامنت ها فقط بنویسید ایجاد صدا. میخوایم بریم جلو حتما حواس. نگاه اینجا آها این چوبه رو دید. این چوبه رو که میبینید گذاشتن که نری اونجا. کلا نگاه کنین نریم اونجا. یعنی و ما یه باز فکر کنم یه جنی من دیدم یه رفت. آره داشت ایرزا چه قدرت ماورا. خدایی آقا اونجا جن داره دیگه. این بر نگاه کنی این بر آواده. خب این زندگی میکنم مردم ولی این بر دیوه خیلی ترس یا ابدی داره. آره ای هاجی نمیشه ولی سویل چرا خوبه. نه سویل چرا خوبه. وای این چی؟ آقا نگاه کن خدایی توی ویدیو الان من دارم رکورد میکنم نمیشه دید. بعد از ادیت فکر کنم چیزای گویی میبینم. خفنه. آره این ویو ابدیه بماند به یادگار. بچه‌ها لایک و ساب یادتون نره نکنین. آره دیگه ویدیو نداریم اصلا. ویدیو داریم آقا. ارزای روی خفنم در راه. آقا اینجا آباده همه اینجا آباد. آره اونجا مسجده. آره مسجد هم کنارمونه.
ولی مسجد این جنا که مسجد گو هم هستن تو بعضیاشون. آره این جنا. آره. فلسفه صداقان. آره اینجا. بیا این ببینیم. او. بچه‌ها این برم. من خدایی. چیزی که امیر بیگمن یعنی من تعریف میکنم خود امیر بیگمن اینجا 2-3 بار دیده. آره من اینجا زیاد نمیام. راستش من وطنش اینجا. من بهتون میگفتم تو موقعم بودی؟ نه کلا فاز نگرفتیم حاجی. یه بود داشتیم میرفتیم ته کوچه قبرستونی هم هست خدایی اون ته. آره ناموسن قبول دارم. آره اگه واقعا بلاگا همه اینا میگیریم تو این چنل میذاریم پس حتما ساب کنین. و کلا یه جایی بودش اصلا خیلی خرابه نبود، دامداری بود. خب این دامداریه کنارش اصلا گربه هاش سیاه که میدونین داستانشونو. گربه میخکوب کرد. گربه میخکوب کرد بعد چیکار کرد؟ مستقیم ما جلو چریم اون یه چیز سیارنگ چادر اصلا تکون نمیخورد اصلا. انگار راهبه دیده باشین شما فیلم راهبه حتما دیدی مثل همون بود خدایی. یعنی علمی تخیلی هم نیست اصلا. اینا رو من تصویر بر اون موقع چنل یوتیوب نداشتیم مثلا. نه آره اگه چنل داشتیم میذاشتیم براتون حتما ولی اون موقع نداشتیم مثلا. و الان از این به بعد من میخوام کلن بریم بتکونیم با لایک و سابسکرایب نداره. دونو مبارک کن بچه‌ها ببینن. آقا این سایه های ما دوتا داریم میریم به سمت چهارراه گرزین. چهارراه محسنی اسمشه. آره چیزی محلی اونجا. اینو رو بگیر اینجا تاریک نه آها تاریک نه تاریک داشت شما ما تو تاریکی ما دارکینگ چنه دارکینگ. آره سلاتین ستونای گنگ انشالله بریم سراغ بقیه دیگه. آقا اینجا رو نگاه کن واسه زوم براتون کنم دیگه چی میخواین 10 برابر داره زوم میشه. ناودونه اونجا. آره اینجا چیزا خفن نیست. آره اینجا فقط جون میره موشک بازی کنی. بالا بلندی زیاد مسخره بازی در نیاریم. بریم ادامه ویدیو پیاده روی. آقا روز دیگه داریم مستندم براتون میسازیم دیگه چی میخواین؟ نصف مستند این. آقا صدا رو به من نه بچه همین لوکیشنه. بچه ما هرچی نزدیکتر میشیم صدا بیشتر میشه. اومد بگیم انگار اینه که نیانیم بر اینجا یه چیزیه خدایی یه چیزی بالاتر بگی پنجره چیه صدا میاد صدا گریه بچه هاشا اینطوریه ناموسا اینطوریه یا یه چیزی زده بچه داره اینطوری گریه میکنه. شما رفتیم خدافظ. آقا ولاگ دیگه ولاگ دیگه ناموسن داره ترسناک بشه. چه جیغ زد خیلی بی از ویدیوه همیشه ناموسن پرده تکون خورد. اوه بچه اونجا نگاه کنیم بچه ها. یا علی چندی بار صدا اومد پشمام. فقط همینو میتونیم بگیم پشمام. دیدی صدا اصلا موجیدار بود. یه مصاحبه از ما بگیر. آقا امیر بیگمن میخواد مصاحبه کنه.
بریم بیرون بر آقا طبق چیزی واسه این که بر بیرون بر باشه طبق چیزایی که اون بر من واسه طبق چیزی که من گرفتم از اینجا گلزگن خیلی جندانه داداش. بچه ها فوش تو حسینه پشمام صدا قطع شد ما اومدیم بیرون از اون طرف. پشمام. من فقط همین رو میتونم بگم، پشمام. خب